با سلام، در باشگاه بوکس پژوهش هستیم. بوکس توانایی انجام هر کاری رو به بنده داره. بوکس مثل یه لایف استایل میمونه، یه نوع رمز زندگیه. ما از بوکس صبر، تلاش، کوشش، مردونگی، پهلوانی و برنامه‌ریزی رو یاد گرفتیم. ورزشیه که از دعوا و درگیری اینا آدم رو دور میکنه. حالا ما بوکس دعوا و درگیری شرارت نمیدونم این چیزا یاد گرفتیم. نه شوخی کردیم ما. من از بوکس یاد گرفتم که هیچ موقع در زندگیم میدون رو خالی نکنم. بوکس به ما یاد داد که بازی فقط یه نیست، یه بار نیست. اگه شکست خوریم، اگه خوردیم زمین، هنوز بازی تمام نشده، میتونیم بلند شیم ادامه بدیم. کلا درس زندگیه. بوکسورها آدمایین که تو زندگیشون خیلی سخت تسلیم میشن. اگه یه جای خوردیم زمین، اگه یه جا عقب موندیم، اگه یه جا شکست خوردیم، ناامید نشیم، چون هنوز تموم نشده، ما میتونیم برگردیم. سلامت باشید. در بوکس من یافتم زندگی کردن رو. در بوکس من آموزش دیدم مبارزه با سختی ها رو. در زندگیم هیچ موقع دست از تلاش بر ندارم. درود بر شما.